چی کار کردید؟ به مطبوعات زنگ زدید؟ این بگاه میآیند؟ به همه‌اش زنگ زدم جناب، اما جوابی رد گرفتم. یگان تا اونها به نشستی مطبوعاتی نمیآیند. چی خیلی نمیآیند؟ آید قلیچ دهن نگفته؟ کارهای میکند که ترکیه را به پا میخزانند نگفته؟ گفتم جناب. با شنیدن نام کلیج دهن در حال از دعوت دست کشیدند. گل مرا میشنوی؟ گل حجت ها کجاست؟ آنها را در کجا پنهان کردی؟ زود بگو. گل گوش کن، این شرابی عجم است. تو هم میدونی. کمی پس تمامی عصبت را محو میکند. به این هم بسیار تاب نمیاری. زود عذاب نکشیده گپ زن. فرهاد میترسی کلیچ؟ چونان میترسی که از بویش فهمیدم. بیترس. حالا همه چیز نو سر می شود. جانهای گرفته‌ات با همه افلاسی های کرده‌ات یک جواب میدی. در دو دنیا عذاب میکشی کلیچ. تو با پیچیلی، تو این ناآدم ها را محافظت میکنی؟ برای آنها بر ضد من کلیچ دهن میبرایی؟ تو چی کار کردن را نمیدانی؟ برای چی اینها را محافظت میکنی؟ چرا؟ در این دنیا همه منفیت دارد کلیچ دهن. البته من هم به مانند تو منفیتی دارم. اکنون آدمانت را گرفتم، از اینجا برآمده رو. تو باشه جناب فرهاد. حالا با تو کارم تمام نشده است. در زیر کدام سنگی که پنهان نشوی. در چقوری دوزخ روی هم تو را مییابم. نزدیکانت راحت را انتظار خواهند شد. این حسابات تمام نیست. راست میگویی. حالا این حساب تمام نشده است. وقتی که دعای مادران قبول میشوند، وقتی که با آتش افروخته تو خودت میسوزی، وقتی که یتیمان کلان شده به نزد راست ایستند، این حساب آن وقت با آخر میرسد کلیچ. آن وقت روزی میآید آسیا به نوبت است. نوبت آنها هم میرسد. میرویم. رفتیم. اکا خوب هستی؟ تو خوب هستی؟ خوبم شیر بچه، خوبم. تشکر زیاد. گپ زن گل، گپ زن و خلاص شو. نمیتوانم. میتوانی. گپ زن.
خوش کنی گپ زن و خلاص شو. فرهاد زود باش. آخر باید با کارس رفته انتظار می شدی. بیاز را همراه یافتنی بودیم. بیاز را پیدا میکنی. تو خواهرمون را پیدا میکنی. شاید در براتون من نمیشوم، اما تو یافته به خواهرمون صاحب میشوی. نه نمیشود اکا. همراه میابیم. همه یک جای به ده همون میرویم. تو رو رها نمیکنم. پدر و مادرم را از دست دادم، اما هیچگاه شان و شرفم را از دست ندادم. ایاز، اگر از گل و وطنم روی گردانم، چه خیل سرم را میبردارم دادرم. با تو چی گفته بودم؟ اگر برای این یک جان دیگر رفتنی باشد، رود. بگذار آن جان جان من باشد. اکا راست است شیر بچه، راست است که آرمانم نماند. چی نقشه داری فرهاد؟ چی کار میکنیم؟ امشب جناب تحسین حمله آخران را میکند. پیش از این باید گل را پیدا کنیم. میدانی که او در کجاست؟ نه، اما پیدا میکنم. در کجا حجت ها را پنهان میکنند ظفر؟ چیزی نگفت جناب. برای گپ نزدن بسیار کوشش میکند. حیوان ها همه تان بر ضد من هستید. پدرسگ ها، بی ناموس ها. فکر میکنید که مرا تمام میکنید؟ همین خیل است؟ گویا مرا به آخر میارید. من کلیش دهن، کسی میانی مرا شکسته نمیتواند، برای آن که من کلیش دهن هستم. حیوان کلیش دهن. جناب چی میگویی؟ ایاز چی؟ ایاز پیچلی آنها را محافظت میکند. تمامی دنیا یک جای شده به من حمله میکنند ظفر. کوشش میکنند مرا تمام کنند ظفر، اما نمیدانند که من مغلوب ناپذیرم. فهمیدم. این را ده کشا. حالا تمامی این دارو را به وجودت روان میکنم. اگر تو نخواهی گپ نزن. برای با ژتین وارد شدن چنان یک روی کرد. تصور هم نمیکنی ایاز. باید ببینی. او کیست اکا؟ گل باره هم یک روی را بس نکرد. به خانه روم، پیش رو هم را میگیرد. به عملیات میروم، در ماشین پنهان میشود. گل حاضر مرا یک رو میگوید، لیکن آن زمان وای از من هم زیادتر یک روی میکرد. نه نمیشود میگویم. تو به من امانت اکا بلال هستی میگویم. در گویم دیوار میفهمد. خلاص در آخر مرا راضی کنند. من باشم به او مخفیانه یاد دادم. با دستش سلاح را داده هدفی را نشان دادم که دیده نتواند. ای دختر اکنون پران گفتم، پران بینم. اما دستش می لرزید. ترس داشت.
گریه کنون من باری دیگر خوبتر میپرونم گفت، لیکن من اجازت ندادم. خانه رفته خاموش میشینی. راضی شد. اگر پرونم تو مرا هم به جیتین قبول میکنی. وعده دی گفت. من البته راضی شدم. آخر هدفی رو به نشان گرفته نمیتواند. ایاز آن هدفی که چشم نمیدید با مانند افسری 40 سال تجربه دار هدف را به نشان گرفت. خدایا آفرین به پی گل. به نزدم آمده وعده داده بودی. به وعدت وفا کن گفته. من به وعده‌ام وفا کردم ایاز. سالها پشیمان شدم. آن تیرهایی که به هدف رسید گویا که همه‌اش به جگرم زده باشد. نفسم رو پخش کرد. اکا او رو سخت دوست می‌داریم؟ این خاموشی تو علامتی تصدیق است. درون میسوزی و چیزی گفته نمیتوانی. میخواهی داد زنی اما نمیشود. میدانم اکا، میدانم. از همه جای ضعیف انسان دوست داشته ای است. جناب، آنها تنها یک نفر را میخواهند. این هم باشد فرهاد است. بله، شاید برای ما جانی فرهاد اهمیتی ندارد، اما معلومات و حجت‌های در دست داشته‌اش بسیار ارزشی والا دارد. با واسطه فرهاد بر ضد اورکچی معلومات‌های ارزشمند را به دست می‌آوریم. همین طور با آنها کاری خواسته‌تان را اجرا می‌کنید. تشکر زیاد جناب. نوشاگرد اینجا بیا. بزانا بشین. قماندان چی شد؟ التماس مرا نکشید. دمت را گیر. ببین این دختر را با دقت نگاه کن گل. این را نیز بکشم؟ به این هم احمق است. این را نیز بکشم؟ قماندان این حال از رابط فرقی ندارد. مکانیزم وجدانش کار نمیکند. کمی وقت دهید. آخر او از تاثیر دارو خلاص شده نمیتواند. کمی پس همه قوتش را نیست میکند. قماندان بگو اورکچی نام شخص شما را دیدن میخواهد. فهمه بیرون برا. خیر با پرویز صحبت کردید؟ واخوردید؟ واخوردم. مسئله شخصی پیچیده‌ای بوده، به کار دولت علاقه‌مندی نداشته است. برای همین گفت که دخالت نمی کند. چه خیل دخالت نمی کرده است؟ فرهاد سگ در نزد آن حشرات سیاه است. مگر اینها دوست نیستند؟ آخر دوست بودند کن. تهدید کنید.
در دست یگان اساس نداری. آنها را استفاده کنید. برای خاطر یک بچه عادی قشلاقی میخواهی نقشه 100 ساله را ویران کنم؟ گذشته دو پایت را گیر کرده است. گفته ما خود را به آتش نمیپرتاییم. ایرلیک هان و 7 اژدرها 100 سال میشود که برای ساختن این ساختار کوشش میکنند. نامها میگذارند اما دعوایمان دائمی است. از برای همین نه برای تخم قشلاقی و نه برای تو آینده من را فدا نمی کنیم. تو تنهایی. آرکچی، اگر من تمام شوم همه‌تان را نیز تمام می کنم. آن دعوای 100 ساله اتان را با یک حرکت به آتش می پرتایم. تا این وقت بسیار آدم ها را کشته ای. برای همین خود را عزرائیل می شماری کلیچ. تو شیطان یک سو ایستد. حتی پشم شیطان هم شده نمی توانی. باوری یگانه ای تو همین سلاح خونوکت است و تیرهایی که دشمنت را کشته می توانی یا نه معلوم نیست. اما روزی می شود که آن تیرهایت تمام می شوند. حتی تیر پیدا نمی کنی که به سر خود پرانی. یعنی تو به ما ضرر رساندن نمی توانی. تا امروز تو را بسیار بخشیدم، اما من بعد دفتری بخشیدن پوشیده است کلیچ. آرکچی، مرا برای کرده هایم بخشیدید. از من دست کشیده نمی توانید، کرده هم نمی توانید. این را به سرت جای کن، بفهم. پس کار بکن که بفهمم. برای آن که وقت برای مردنت پیش می رود. تیک تک، تیک تک. گپ نزدم. همه به بیرون برایت. اکنون بگو حجت ها در کجاست؟ تا امروز من باری هم به تو سخنی بد نگفتم. اینقدر سال در برم بودی، حتی تشنام هم نکردم. حجت ها در کجاست؟ بگو بگو زود. تنها یک نام میگویی. صراف. چی؟ صراف. چی گفت؟ صراف. کی؟ بگو چی گفتی؟ در دست امکی صراف. امکی صراف در دست امکی صراف. فهمم. خب دوام ده. در خزینه خونه‌اش است. در خزینه خانه صراف است. عالی. چند سال است که هم دیگر را میشناسیم مرد؟ به هر حال 30 سال شده است. پیر شدیم تحسین. بله، پیرمرد شدیم.
به تو یک خواهش آخرینم را میگویم مرد. مرا به برنامه دعوت کن. من آن حجت ها را یک یک شرح میدهم. تحسین، میدانیم ما مدتی دراز با هم دوستی داریم. سخنی تو را رد کردن نمیخواهم، اما نمیشود. مرا به حال خود نمیگذارد. سرم را به بلا گرفتار نکن. در یاد داری وقتهای پیش جنازه هست گویند زود به بیرون برآمده کی بودنش را میفهمیدیم و زیق میشدیم. امروزها در مسجدهای کشور از آن هم بسیارتر خبری جنازه را میشنویم. هر روز خبری ده ها افسر شهید را میگیریم. دلمان برای کدامش زیق شود به حیرت افتاده است. آتشی درونمان خاموش نمیشود. تو حالا به بلا گرفتار میشوم گفته این خبر را پهن کردن نمیخواهی. در این حجت و حق مادران شهید، آینده کودکان یتیم، دعاهای دخترانی که کرته عروسیشون را همراه همفاتیشون گور کردن هست، مگر برای اینها به بلا گرفتار شدن ما ارزنده است؟ بگو، ارزنده است؟ این بگاه ساعت 8 تیار شد. ما در برنامه اشتراک میکنیم. سحر به روزنامه هایمان آن حجت ها را نشر میکنیم. در یک صحیفه‌اش جای میدیم. رفیق من که نامش بر این مرد است، این خیلی گفتنت را میدانستم. خدا از تو راضی باشد. ها، قهرمان این حادثه را جیغ زد. اگر خلق از دهان او شنود تأثیرش بسیارتر می شود. زنده باش. سلامت باش دخترم بیاس. تشکر دخترم. دستونت درد نکند. اشتهای تو. این چی؟ نمک. خوب هستی پسرم؟ خوبم. نیتم را میدانید. با امر خدا و قول پیغمبران بیاز رو به زنی گرفتن میخواهم. میدانم این گپ را نباید من گویم. من هم میخواستم که در اینجا پدرم باشد، اما شما برای نیک و انسانهای خوب نیستند. منبر نیستند. من هم مثل بیاز یتیم هستم. شاید در دنیای انسانی اولین شخصم که از یتیم بودن خرسند هستم. منبر درباره شما هستم، درباره انسان‌های خوبم. مایلش خوب جنابی سمش. پس از اویلادار شدن برای خوشبختی دخترمان با ما وعده میدهی؟ با شما وعده مردانه میدهم که برای خوشبختی او همه کار رو میکنم. گوش کنید، تا خزینه را پیدا نکنید صراف را نمیکشید. فهمیدید؟ به ماشین ها سوار شوید. تو در اینجا میستی.
قماندان قماندان با خود بیایید قماندان 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 نمیره قماندان قماندان نمیره نمیره دیکتیموس قماندان نمیره خداوند مددگار ما شو. تمام می شود ظفر. روزهای نزدیک من هم به راحت نفس می کشم. از عذابی در گردنم بوده خلاص می خورم. خوش آمدی شیر بچه. نهایت انجام می‌یابد جناب تحسین. در یک جایگی این کار را به آخر میرسانیم. برای نوار ما را انتظار هستند. اگر دیر نکرده باشیم کلیج بعد پخش نوار به گل اهمیتی نمیدهد. چاره گریختن این کشور را میکند. گل را نجات میدهی. آرام باش. رفتیم زود از همه که صرف حجت ها را گرفته این کار را به نقطه آخرینش میرسانیم. همین خانه است. همین. آن شخص در درون است. عالی. از این برمیآید که کسی به ما خلل نمیرساند. وارد شوید. درآید. زود باشد. خزینه را بیاره. سمی الله فهمو مرد. فهمو برادرم. تو بازدید. مرد زنگ زد. میخواهد که 1 ساعت بر وقت پخش نماید. کمی زودتر ران فرهاد. نین و تمام شود. گل را پیدا میکنیم. من میپرم جناب تحسین. پرواز میکنم. حالا میبینیم. خزینه را یافتیم جناب. ولی رمزش را باید معین کنیم. رمزی خزینه چیست؟ پیرمرد، رمزی خزینه چیست؟ رمز را بگو ای انسان.
السلام علیکم. السلام علیکم. برخیز، گوش کن. به تو یک سوال دادم موی سفید. رمز خزینه چیست؟ کلید خزینه بسم الله. تو چی میگویی حیوان؟ چی میگویی؟ به بسم الله یکان در گشاده نمی شود، در خزینه هم گشاده نمی شود. اما دیر باز تو بسم الله را فراموش کرده ای. زبانت افلاس شده، کلمه هایت قبیح شده است. بیهوده آواره نشو. آن خزینه گشاده نمی شود کلیچ. تو توبه میکنم گویی فکر میکنم. توبه؟ توبه؟ بگیرین به تو توبه است. خزینه را ببرید. گوش کن موی سفید. در روزهای نزدیک همتان پایم را بوسه میکنید. تو، فرهاد سگ، حتی تمام دنیا. فهمیدی؟ این افلاس را برید. نسبتی من به حرمتی کردن چیست؟ میفهمم. толори мебели акрам намунаҳои нотакрори мебели истеҳсоли дубаю малайзия, россия, чин ва ӯзбекистонро ба шумо пешниҳод менамоянд. тари зебову дилхоҳ намуди назаррабо ва албатта дурдонаҳои машриқзамин акнун дар дастрасии сокинони пойтахт. анвои мухталифи ҷиҳоз барои манзилу коргоҳатонро аз толори мо харидорӣ намоед. мебел барои хонаи хоб, ошхона, меҳмонхона, мизу курсиҳои мувофиқ ба ҳар завқ бо нархи дастрас ва ҳам бо тахфифи 30%. суроға шаҳри душанбе маҳаллаи 33 кӯчаи ҷаббор расулов 71 каср 7. толори мебели акрам. Elegant Production тақдим мекунад клипи нави овозхони ҷавону хушсадо Олими Сафарзод. чаро ранҷидӣ чунин ном гирифтааст клипи навбати Олими Сафарзод. чаро ранҷидӣ зи ман накардаман хатое. андаруни ин клип нолаҳои ҷонсӯз дар васфи ишқу ошиқӣ. мани танҳо то ҳанӯз мехарам хуни ҷигар. ба наздикӣ клипи нави Олими Сафарзодро аз тамоми нуқтаҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед. зудтар бародар, зудтар. хуб шудааст ака, ҳозир. чӣ гапе аст ҷаноби таҳсин? онҳо одамони килишанд. шумо дар мошинистед? خودتро эҳтиёт кун Фарҳод. فرهاد، اماکی صراف. амаки сарроф. اماکی صراف. ҷаноби таҳсин, ман хазинаро мебинам.
хазинаро бурдан, ҷаноби таҳсин. амак сарроф, номумкин аст. ин номумкин аст. قماندان خوب هستید؟ تو کیستی؟ آیشه اوربگ ارزروم، امر دهد قماندانم. داد نزن آیشه، داد نزن. سخت ترسیدم، فکر کردم که مرده. بیبیم هم همین خیل بفت کرده بود. حقیقی کرده خواب کرد و اون خاموشی آخر نداشت. تو هم خاموش باش. قماندان برای شما یگان خدمت کنم؟ جناب برای چی اینقدر مشغول میشه؟ خودشو کشاین میارم. ظفر، میخواهم که در درون چی بودنش را بدانم. فهمیدی؟ تا این وقت همراهی کی کار کردن؟ حجت ها را چی خیل به دست آوردن؟ از کی ها یاری گرفتن؟ شاید خائنی بسیاری باشد که ما نمیدانیم. تا حال کشاده نشد؟ عالی، یک طرفی. ظفر، به همه آدمانت بگو این حجت ها را با دقت از نظر گذرانند، بعد از آن نست کنند. جناب ما چیکار بکنیم؟ ما باشیم از پس نست کردن دیگران میشویم. رفتیم. زود همه اش را از نظر گذرانید. این طرف بزر. اماکی سراف خوب هستید؟ خوبم دخترم، خوبم، خواطر نشم. قواتتان با موی سفیدان میرسد. به ناموس ها. عمرت به پایان رسیده است. دعای آخرینت را بخوان. بهترش اماکی صراف دعا کند، او خوبتر میداند. با همه‌اش من سبب شدم. من اکا این کارو نکن. این با سببی تو نیست. با سببی من نباشد. با سببی کیسه است. مردی 70 ساله بود. باید نبره‌هایش رو با بغلش گرفته مویش رو سیله میکرد. من او را به این کار داخل کردم. بلال رحمتی، گل، جناب حسن، جناب تحسین و حالا باشد اماکی صراف را من به این افلاسی داخل کردم. براکی شهیدی داخل نمی شود فرهاد. تنها و تنها در آن راه با غرور راه می گردد. اگر لازم باید بر ضد نمرود هممان ابراهیم می شویم. موسی می شویم که بر ضد فرعون بود. در این راه با صبر ایوبی می رویم. اما که صراف هم به مانند آنها به این راه سر ماندند. گفته هایت را بفهم، فکر کرده بعد گپ زن. اما بفهمه جناب تحسین، به جای مناقشه بهترش فکر نجات دادن آنها را کنیم. یگان خبر هست؟ اپای بی از شما گریه میکنه؟ اویلا دور میشود. به جایی که خرسند شود برای چی گریه میکنه؟ کلان شوی تو همه رو میفهمی. تو هم به مانند من یتیم هستی. شاید یگان روز یگان چاره پیدا میشود. چشمانت بینا میشوند. تو یکی رو دوست میداری، لباسی عروسی میپوشی، اما نزدیکانه در نظرت نمیشوند، از دستت نمیگیرند،
از پیشانیت بوسه نمی کنند. دویما یک چیز کم می شود. خود را تنها حس می کنی. آخیر تو یتیم نیستی. من هستم. مگر من خواهرت نیستم؟ بله، تو خواهرش، من مادرش هستم. خلیل باشد پدرش. مگر یتیم میشوی؟ این برای تو بیاز جان. از بس که پولمان کم بود لباس عروسی خریده نتوانستیم، اما به مانند نامت سفید است، به مانند ناموست پاک است. بسیار زیباست مادر صدیقه. خوشبخت شو بیاز جان. خدا روزهای نیک را نصیبت گرداند. او را اول به خدا، بعد به تو امانت میسپارم پسرم. گریه نکن بیاز. دیگر وقت خرسند شدن است. اکنون خنده کن. برای من خنده کن. التماس تبسم کن. احتیاط کن ای دختر، آنها با ما در کارند. اطاعت قماندان. اویشه، با من باور میکنی؟ با گفته هایم باور میکنی؟ پس از دیدن این حادثه ها تنها به شما باور میکنم قماندان. به این هم دست کشیدن این کارو خاص من نیست. خالم یک کارخانه خورد دارد، در اونجا کار میکنم. به خانه هم نزدیک، با یک اتوبوس رفته میآیم. اویشه خب کن. خب کرده مرا گوش کن. میخواهم که به یک رقم زنگ زده جایمان را بگویی. فهمیدی؟ زود آیشه، زود کرده میتوانی. در اینجا تنها او حقیقت رو میداند. زود زود. کجا میروی؟ آیشه اردگیر دروم، یک خواهش دارم قماندان. داد نزده بگو چی میخواهی؟ باید به حاجت خانه روم قماندان. فهمو چرا داد میزنی؟ این خیل باشد رو. یا بسم الله. چرا یگان آواز نیست؟ خدایا گناه های مرا ببخش. کلمه عرضه کن. اکرم برین مرا به مرتبه شهیدی رسان. از تو پناه می جویم خدایا. تو چگونه انسان هستی؟ ذره از خدا ترس داری؟ نکن، نپران. در حیاتت اقلا یک بار کاری درست کن. قلیچ فشنگ را پخش نکن. آن دختر یگان عیب و گناهی ندارد. بیمان تا زندگی کند. موی سفید تمت را گیر. این دختر یگان کاری نکرده است که به مرد سزاوار باشد. چیکاری که کرده باشد برای وطن و ملتش کرد. تو هم اقلا یک مراتبه برای وطن و ملتت یگان کاری کن که نیش دهد بیمان زندگی کند. مرد خاموش شو. نزن.
جناب ایستید، او را نکشید. تو چی میگویی ظفر؟ برای به دست آوردن فرهاد او را استفاده میکنیم. فرهاد گل را بسیار دوست می‌دارد. شما دائما میگفتید که نازکی مرد عشقش است. چه خیلی که خواهیم او را به دام گرفتار میکنیم. گپت درست است ظفر، درست است. این طور باشد من نه گل را بلکه جناب صراف را میکشم. خوش جناب صراف، گل را عشقش نجات داد. میبینیم که تو را کی نجات میدهد. نکن، او یگان گناهی ندارد. سببگار این همه من و فرهاد هستیم. کشتنی باشی مرا بکش، او بیگناه است. دیدی ظفر چقدر صحنه احساساتی است. هر دو برای یکدیگر جانشان را فدا میکنند. حالا دلم نرم شد. گوش کن چی میگویم امکی صراف. اصلا حجت ها را گرفتم و تو بر این کهنسال احتیاج ندارم. اما یک چیز هست. گفته بودم که وقتی می شود تمام دنیا به نزدم تعظیم می کنند. حالا از تو شروع می کنیم. به من تعظیم کن. چی گفتی؟ به این هم زنده یا مرده به پایم می غلطی. انتخاب کن موی سفید. این چخل بود به این طرف. نه به این طرف. چی شد پیرمرد؟ چی شد؟ گوش کن. در یک روز چند وقت دو قط شده میخیزی؟ 5 وقت. ظفر اکنون یک وقت برای من دو قط میشوی. این چه میشود؟ مثلا کدام کارم را میبخشی؟ آیا گناهایم را بخشیده میتوانی کلیج دهند؟ در جوانی هم یک بیچاره را زده بودم. بعداً به مسجد قدم نمیگذاشتم. تا حالا در یاد دارم. وجدانم عذاب میدهد. قوتی داری که این درد را خاموش خطای کردم را اصلاح کنی؟ باز 1 سال میشود یک نمازم را قضا کرده بودم. دلم آتش گرفته سوخته بود. مگر آن را بخشیده میتوانی کلیج؟ تو کیستی؟ خود را کی میدانی؟ چی حق داری؟ پیرمرد و تو میگویم که به پایم تعظیم کن. جانت را میبخشم حیوان. زنده من گویم زنده میمانی. این را تنها خدا میتواند گوید. اگر خدا در همین جا جانم را گیرد، آیا تو مانع شدم میتوانی؟ ذره نمیترسم کلیج. در همین جای پران با گفتن لا اله الا الله بمیرم. جان را منت میشمارم. اما برابری یک نقطه، یک ریزه نان در دل ترس خدا مانده باشد، خواهشی آخرینم را میگویم. وقتی نمازی پیشین میگذرد
اگر این را نخوانده بمیرم با ارمان از دنیا میگذرم. به من اجازت ده این نمازم را بخوانم. دیوانه هستی ای مرد؟ آخر به تو جانت را میبخشم میگویم. گوش کن، تو را میکشم میگویم. تعظیم کن، زنده میمانی میگویم. فهما کلیج دهن، من هم همین خیل میگویم. بیما نمازم را خوانم. بر مرا پران. در تاپانچه چقدر تیر داشته باشی همه اش را خالی کن. حتی برای من بر این پیرمرد اسراف تیر لازم نیست. بیهوده اسراف نکن. در همین جای گلو گیر کن تا که نفس گرفته نتوانم. اما اجازت ده پیشینم را بخوانم، نمازم را بخوانم، وگرنه وقتی نماز میگذرد. ای زود کشاده شو. کشاده شو. алло, ту кистӣ? туро мепурсанд. алло, ман Урдек, Ойша Урдек. кадом Урдек? ту киси эй духтар? Ойша Урдек Эрзурум, амр диҳед қумандон. ман аз Шитем ҳастам. ҳа, ту аз куҷо ин рақамро ёфтӣ? қумандон гул дод. бо ӯ рафтори бад мекунам, азоб медиҳам. рақамро ӯ дод ва гуфт ки ҷоямонро бигӯ. пас ту ҷои гулро медонӣ? ба ту чӣ хел бовар кунам? намедонам. охир қумандон гул гуфт. гуфтам ку қумандон, ду чашмам кур шавад агар дурӯғ гӯям. ба деҳаи ин ҷина омада як меҳмонхонае ҳаст. омада ӯро наҷот диҳед. алло, қумандон меоед? алло, ки занг зад? аз ЖТМ як нав шогирд ҷои гулро медонистааст. ман бояд равам. исто Фарҳод, шояд ин барояд дом бошад. бале ака, шояд хилиш мехоҳад ки туро ба назди худ ҷалб кунад. агар ин хел набошад чӣ? ин духтар ҳақиқатро гуфта бошад чӣ? ё ин ки гул амаки Сароф дар воқеъ дар он ҷо бошанд? ба ман касе монеа шуда наметавонад. ман меравам. пас ман ҳам бо ту меравам. ба ягон ҷо намеравӣ Аяз. ман ҳам меравам ака. ба ягон ҷо намеравӣ Аяз. ман чанд нафарро аз даст дода медонӣ. туро низ аз даст дода наметавонам. барои ҳамин ба ягон ҷо намеравӣ. ман ҳам намегузорам ки ту танҳо равӣ. ман чанд нафарро аз даст додам? чанд нафарро аз даст додам? фикр мекунӣ ки камтар аст? баҳс кардан намехоҳам. ман ҳам меравам. касе танҳо намеравад. ҳама якҷоя меравем. дар итоати ман як дунё одам аст. агар ин дом бошад, домашонро ба сарашон мезанам. роҳ гард пирамард. роҳ гард гуфтам пирамард. Senin bu feryadına gülşeler olsun. Senin bu feryadına gülşeler olsun. Bu dünyada eremezsen burada, bu dünyada eremezsen burada, huzurum mahşerde ana divana olsun. Huzurum mahşerde ana divana olsun. Dünya tabi gelse derdim
بیچاره دنیا تا یه دردی بیچاره derdimin dermanı ana olman anasın derdimin dermanı ana olman anasın акаҳоям акаи фарҳод акаи аяз ман оиладор мешавам медонам аз ман меранҷед мехостед ки дар ин рӯз дар бари ман бошед акаи фарҳод барои чӣ камарбандатро ман набаста мегӯед акаи аяз шумо ҳам зуд меранҷед чаро ман набастам гуфта шояд муноқиша мекардед баднасиҳат мекардед инсони нек шав ва ҳеҷ гоҳ аз роҳи рост нагард мегуфтед медонам дунё ҷои бадхоҳон аст макони килиш даҳам бар ин золимон аст аммо мо ҳам дар ин ҷо зиндагӣ мекунем вале дар роҳи рост мешавем ваъда медиҳам ман ва писари ӯ саваш саваш инсони нек аст ба ман бовар кунед ба монанди падараш нест акаҳоям аз ман наранҷед ба фикрам ман ӯро дӯст медорам омадем биаз ака нагуред ман меоям ака оҳиста дав илтимос ҳозир ӯро дастгир мекунам маро интизор шавед акаҷон зудтар бош зудтар исто акаҷон илтимос ман туро доштам ба касе намедиҳам акаи фарҳод акаи аяз ман беяз шуморо сахт дӯст медорам